ببخشید برگه منو تصحیح نکردی؟ شما اون روز دیر اومدین براتون غیبت رد شد، برای همین ورقتون تصحیح نشد خانم. خب حالا یه نگاهی بهش مینداختی نمیموردی که؟ خانم گوهر احمدی، من برای وقتم ارزش قائلم، نه مثل شما که معلوم نیست این همه سال چیکار میکردین و الان یاد دانشگاه. یک کلمه دیگه حرف بزنید میفرستمتون برید این درس رو حذف کنید. تو خدا یه دقیقه بس ببین این بریده روزنامه قبولی کنکور سال 52 شما نفر 11 شدی. عباس احدیان بخونین نفر 10 کیه؟ گوهر احمدی شما اون سال این دانشگاه فقط 10 نفر واسه پزشکی قبول میکرد. من به قید شوهرم نشستم خونه بچه پسرم خلیل رو بزرگ کردم. شما به جای من اومدی شدی دکتر احدیان. من برای وقتم ارزش قائل بودم، سر زندگیم بودم و بچه همو بزرگ کردم.